تجربه بسیار تکان دهنده. من پریروز برخورد کردم باهاش که گفتم اینو باید بگم که به درد بقیه بخوره. من حدود 13 سال در کانادا زندگی میکنم. برای اولین بار پریروز رفتم برای اجاره کردن یا کرایه کردن یک در واقع ماشین یا تراک که بهش باکس تراک میگن، کوچکترین سایزش رو، در یوهال شما رو تمام ماشیناش میبینید که نوشته 1995. همین، اصلا نمیگین 1995 چیه. حالا من براتون توضیح میدم. من از 2-3 روز قبلش از رو وبسایتشون رفتم بوک کردم و هم که کدوم لوکیشنش باشه و چه ساعتی. رفتم سر ساعت و ماشین رو گرفتم. اینو میخواستم بگم. چیزی که یادم رفته بود این بود که من وقتی بوک کردم به من گفت استیمیتد 50 و خوردی دلار. خیلی خب 50 و خوردی، حالا نه 60 دلار، نه مثلا 60 خورده دلار. اوکی. گفت آقا بیمه میخوای؟ گفتم بله، یه بیمه 16 دلاری گرفته بودم. و گفت چه مدت میخوای؟ خب مینیممش 4 ساعته. گفتم 4 ساعت میخوام توی بوک، وقتی داشتم بوک میکردم. و هیچی، ما با همین هوا رفتیم و ماشین گرفتیم و داخل شهر بود، اونم یک مسیر رفتیم، ماشینو بارا رو زدیم بردیم مقصد که بازم داخل شهر بود. یعنی بین مبدأ و مقصد و اون شعبه‌ای که من ماشینو گرفتم هر کدوم مثلا یه ربع راه بود. ماشینم آوردم یه 10 دقیقه دیرتر از ساعتی که باید می‌بردم و دیدم این طرف، چون همه چی رو تو خود وبسایت یوهال پر میکنن، اون عاملش یا اون ایجنت، و دیدم به من نشون میده 160 خورده دلار. خب ببینید، شما یه وقتی یه چیزی بهت میگم مثلا هزینهش میشه 200 دلار، میری جلو میگی دیدی وقتی 160 دلار شد ذوق میکنی. یه وقتی بهت میگن 150 دلار مثلا میشه 160 دلار، میگی خیلی خوب دیگه این مقدار یه چیزیه که حداقل شوکه کننده نیست. ولی وقتی بهت میگه 50 خورده دلار بعد میشه 160 خورده دلار، اولین احساسی که به آدم دست میده احساس مغبون شدن و اینکه مورد کلاهبرداری و شیادی و حقه‌بازی قرار گرفته. خب و خیلی عصبانی شدم، خیلی ناراحت شدم، خیلی شوکه شدم، خیلی سورپرایز شدم، سورپرایز منفی. و یه مقدار سر اون عامله، اون ایجنت اونجا بود عصبانی شدم. بعد دیدم نه، این تو فرمو زده تو وبسایت همینا رو داده. من فکر میکردم ممکنه این عامل داره یه داستانی ایجاد میکنه، شرکتی مثلا با این اسم و رسم. حالا کار نداریم. بعد فهمیدم که آقا اون 19.95 برای 4 ساعت فقط برای همون 4 ساعته. یعنی اگه ماشین رو شما همونجا کرایه کنید، همونجا تو پارکینگ همون یوهال بمونه، تکونش ندید، 1 سانتی متر تکونش ندید، اون میشه 19.95 20 دلار. از لحظه ای که حرکت میکنه مایلیجش حساب میشه و هر مایلیجی 1 دلار خورده ایه و یه سری چیزای چرت و پرت دیگه که بقیه‌اش رو وسط اون کنار میزنن و در میاد اینجوری. خیلی خوب، حالا گیرم که اصلا خیلی خوب، شما می‌خواستی 160 خورده دلار بگیری، چرا وقتی من بوک کردم داشتم رزرو می‌کردم به من نگفتی مثلا حدود 150 دلار؟ چرا گفتی 50 خورده دلار؟ تازه من که استفاده چی میگن خارج از عرف و خارج از حدی انجام ندادم که بگم آقا خیلی خوب حالا تو اینو برداشتی 300 کیلومتر رفتی، خب معلومه اون 50 خوردی میشه 150. نه، 3 تا یه رو از اینجا برداشتم، یه رو به مبدأ، یه رو به مقصد، یه رو برگشت.
یعنی مایلیج منم این بوده. شما حساب بکن در یک رو 15 دقیقه داخل شهر چقدر مایلیج میشه، حالا هر چی که میشه. خب اینو میتونی تخمین بزنی و میگه آقا با مایلیج و با این $20 و با فلان و نمیدونم $16 چیز گرفتی و اینها، مثلا میشه فرض کن $150. چرا گفتی 50 خوردی؟ خیلی خوب. من اومدم از کلاود، هوش مصنوعی کلاود، پرسیدم که این قضیه چجوریه، این آیا سابقهش چجوریه؟ چون برام خیلی عجیب بود چرا باید یه برند خودش رو اینجوری خراب بکنه. بعد دیدم اینا اول سوال بهش از این هوش مصنوعی ها میپرسی، اگه بهشون نگی دقت کن، یعنی تو پرامپت بهشون نگی دقت کن، جواب سطحی میده. آقا یه مارکتینگ بیت نمیدونم فلانه، یعنی مثل بیت یعنی تومه سر قلاب مثلا فلانه نمیدونم. گفتم بعد من عصبانی شدم، گفتم مارکتینگ، این مارکتینگ نیست، این حقوق بازیه. گفتم تو ایران که اینجور سیستم‌های استاندارد این چنینی هم نداره، اگر یک بیزنسی یه همچه حالتی انجام بده، یعنی مثلا هزینه رو به شما 1/3 تخمینی بگه، بعد اینو 3 برابر بکنه، خب 3 برابر هیدن فی، هزینه پنهان یا نگفته. گفتم این حقوق بازی مارکتینگ نیست، خیلی عجیبه. تا اینو گفتم بعد دیدم کلاود تازه رفته دوباره بررسی کرد. ببخشید شما راست میگید. یعنی چی شما راست میگید؟ بله من رفتم بررسی کردم، عین همین موضوع در آمریکا چند ساله که الان لیگال اکشن روش صورت گرفته، شکایت جمعی روش صورت گرفته. عنوانش هم به من گفت این عنوان تایتلش اینه و بله در جریان الان، یکیش الان 1 ساله از 2025، یکیش هم 2 ساله، هنوز به نتیجه نرسیده، ولی این شکایت جمعی که خیلی شاید صدها هزار نفر توش مشارکت دارن روی همین موضوع دقیقاً، یعنی بیت این سویچ یا بیت آن سویچ همچی چیزی، یعنی بهت یه چیزی نشون میده بعد یه جوری دیگه چیز میکنه. و همون 1995 که توضیح نداده که این چیه، بعد میگه خودش هم اول تو جواب اولش گفته بود که تو قرارداد نوشته و فلان. اینا چرا تحویل میدی به من تو قرار هوش مصنوعی باشی نه کم هوش مصنوعی. قرارداد 5 صفحه 10 صفحه 15 صفحه، یعنی من برم اونجا تو آفیس یارو بشینم 15 صفحه قرارداد رو بخونم که هیچ کس این کارو نمیکنه، یعنی چی؟ این نه کلاهبرداریه. اصلا برای جلوگیری از همین روش کلاهبرداریه که بیزنس‌هایی که آنستن میگن آقا این مبلغ نو هیدن فی، یعنی هیچ هزینه پنهان وجود نداره، خیال طرف راحت میکنن. تو چرا اینجوری تو اصلا نمیگی چی به چی، کجا به کجاست؟ تازه اولش به من رقم 1/3 همینجوری بر چه اساس میگی؟ خلاصه بعد گفتم که خب در کانادا، خب بله در کانادا هم یک لگال سوت در واقع یا لگال اکشن برای اینها چیز شده. اون برای نمیدونم environmental fee که میگه چرا نگفتی و از من داری آخرش میگیری. آدم یاد این حکایت های شرکت های اسباب کشی و مووینگ توی ایران میفته که طرف اول بهت میگه مثلا 1,500، بعد که میاره اساسو تو کامیونشه، اساس شما میگه مثلا 10 میلیون تومان. یعنی عجیبه. البته همین اتفاق که من دارم میگم تو ایران تو 10 سال اخیر شده، قبلش اینجوری نبوده، انقدر همچی چیزی نبوده به این شدت. 10 سال که ایران دیگه در سراشیبی سقوط نمیدونم اقتصادی و اخلاقی و وجدان اجتماعی و غیره قرار گرفته شده. این کوی خاک بر سر یوهال که تو آمریکا تو جهان مثلا اول تو کانادا داره اینجوری گوش میبره، کلاهبرداری میکنه، جیب بری میکنه. این علنا جیب بریه. خب این از این حکایت، این یادتون باشه، اینو میذاریم کنار. خیلی جالبه، من از قبل اطلاع داشتم که هوم دیپو وقتی شما اون کارگو ون یا اون ونهای باربریشون و ون دیگه ارزم به حضور شما که کرایه میکنید، این بابت مثلا 4 ساعت این مبلغ، 24 ساعت این مبلغ و هر روز اضافه فلان مبلغ. و جالب اصلا محدودیت مایلیج نداره، هر دو توی یک کشورن دیگه. بیزنس رانینگ کاستشون شبیه همه. خلاصه
مؤسسه کرایه اتومبیل. یعنی اون اصلا نهایت نداره، هر اندازه مایل بری همون پولو میدی. فقط اشکال این موضوع اینه که چون این کار جنبی برای هوم دیپو هست، بزرگترین ماشینش همون ونشه دیگه، از این تراک باکس نداره. اگه به نظر من هر کی میخواد موو بکنه، حتی اگه شده 2 بار برید بیاید، 3 بار برید بیاید، خب حالا من جا این ماشین که ما جا داره 1 بار رفتیم، ولی خب اون وقتی محدودیت مایلج نداره، شما همونو بگیرید 2 بار برید بیاید، 3 بار برید بیاید. باز میگه دوباره، باز همون کلاود به من جواب داد که بعضی شعبه‌های بزرگ هوم دیپو یه شرکت سومی اومده از طریق هوم دیپو داره از این تراکای بزرگ که جای بار بزرگ داره کرایه میده، ولی اونم مایلیج حساب میکنه، ولی باز مایلیجی که حساب میکنه مبلغش از مایلیج یوهال کمتره. به هر حال اینو خاطرتون باشه، اگر مجبور شدید که یوهال بگیرید، بدونید که اصلا رو مبالغ اولیه که صحبت میکنن شما چیز نشید، توقع و انتظار چشمتون رو اون نباشه. و اگر مجبور نیستید و میتونید، کارتون را میفته، با کارگوون عرض کنم که هوم دیپو از اون استفاده کنید. خب اینم تجربه من بود، امیدوارم به درد دوستان و عزیزان بخوره.